حکایتی از جهنم اردوگاه. وقتی فرانکل وارد آشویتز شد همه چیز از او گرفته شد. نامش، خانواده‌اش، دست‌نوشته‌های، حتی موهایش. فقط یک عدد شد: 1191-0. در نخستین شب زندانی قدیمی در گوش فرانکل گفت: صورتت را همیشه اصلاح، حتی با شیشه، فقط قوی ها زنده میمانند. فرانکل با تک شیشه‌ای خون و سرما را روی صورتش حس کرد. از همان لحظه آموخت در جایی که امید ممنوع است، ظاهر قوی گاهی تنها راه ماندن است. گزینش، بازی مرگ و زندگی. همه جلوی افسر ایستاد. حرکتی یک انگشت میان مرگ و زندگی فاصله میاندازد. چپ، کوره های آدم سوزی. راست، اردوگاه کار اجباری. فرانکل خود را قوی نشان داد. اشاره افسر به راست است. او زنده میماند. هر روز جنگی بود برای یک تکه نان خشک. بعضی فوراً میخوردن تا لحظه ای از گرسنگی رها شوند. بعضی ذره ذره تا امیدی برای فردا بماند. فرانکل میگوید دیگر چیزی حس نمی‌کردیم. میگوید زندانیان به قدری بی احساس شده بودند که از کنار مردگان یا در حال مرگ بی تفاوت میگذشتند. لحظه های روشنایی در تاریکی. در سرمای راه کار اجباری فرانکل در دل با همسرش حرف میزد. نمیدانست زنده است یا نه، اما یاد او نوری بود در تاریکی. او می نویسد: فهمیدم عشق حتی در غیبت معشوق میتواند نجات بخش باشد. روزی زندانیان را بیرون بردند تا غروب را ببینند. خورشید در پس سیم خاردار فرو میرفت و یکی آرام گفت: جهان چقدر میتوانست زیبا باشد. در دل تاریکی روح انسان هنوز زیبایی را میفهمید. تصمیم بزرگ. بیماران زیادی در اردوگاه به کمک نیاز داشت. فرصت فرار پیش آمد، اما فرانکل نمیدانست در بیرون اردوگاه چه چیزی میگذرد. اصلا کسی برایش مانده؟ بعد این همه زمان به کجا برود؟ این گونه بود که فرانکل تصمیم گرفت کنار بیماران بماند. او گفت: اگر زندگی کردن رنج بردن است، پس برای زنده ماندن باید معنای در رنج بردن یافت. و ماندنش کنار بیماران به رنج او و زندگی او معنا بخشید. آزادی و بحران بازگشت. وقتی درهای اردوگاه باز شد هیچ کس نمیدانست چطور باید خوشحال باشد. فرانکل روی چمن زانو زد و زیر لب گفت: خدا را از زندان کوچکم فراخواندم. و او در فضای بیکران به من پاسخ. آزادی آمده بود، اما قلب‌ها هنوز در بند بود. سالها بعد فرانکل این کتاب را برای ما می‌نویسد تا به ما بگوید زندگی هیچ وقت به خاطر شرایط غیر قابل تحمل نیست. تنها وقتی غیر قابل تحمل می‌شود که فاقد معنا باشد. بله دوستان، فرانکل با تعریف داستان خودش خواست مفهوم معنا رو برای ما باز کنه. چیزی که میتونه تو رو نابود یا شکست ناپذیر. اما ما چطور معنای زندگیمون رو پیدا کنیم؟ کتاب 3 راه. اولیش از طریق کار آفرینش. یه معلم روستایی داخل سیستان بلوچستان تصور کن، با وجود کمترین امکانات هر روز کیلومترها راه میره تا بچهای روستا فقط خوندن و نوشتن یاد بده. کار اون برای درآمد نیست، برای معنا بخشیدن به زندگی خودش و اون بچه. دومین راه پیدا کردن معنا از طریق تجربه کردن یا ملاقات با کسی. مثلا پدری که بعد سالها کار سخت تمام درآمدش رو خرج درمان فرزند بیمارش میکنه. خیلی سخته این پولو داره میده، اما چی اینقدر قوی و زره پوش میکنه این پدر رو که حتی با رضایت کامل این پولو بده؟ این معجزه داشتن معنا. سومین مورد برای پیدا کردن معنا نگرش به رنج. یه ورزشکار بعد تصادف که دست و پاشو از دست میده میتونه به فروپاشی روانی برسه، اما میاد و میگه من میخوام الهام بخش دیگران باشم که معلولیت پایان راه نیست. و این تغییر نگرش خلاقانه به زندگیش معنا میده. و در آخر فرانکل جمله معروف نیچه رو نقل میکنه: کسی که چرایی زندگی را یافته با هر چگونه‌ای خواهد ساخت.